از بوسه تا عشق. زود باش شکری جان، زود باش. یه زنگ بزن به داییش، قال قضیه رو بکن. دیدی که با چه اشوه‌ای رفت اونجا؟ بزن دیگه، وگرنه برامون دردسر درست میکنه. زودتر بذار بره از اینجا. حوصله سر و کله زدن ندارم. من که نمیتونم همه جا باهاش برم. باشه. الو دایی حسین، میدونی چرا اول صبحی با تماس گرفتم؟ ازت میخوام اونا رو عقد کنیم. بچه ها خیلی منتظر موندن. اونم سربازه، نمیشه راحت باش تماس گرفت. تو صحبت کردی بهش بگو سریع با من تماس بگیره. این کارو تمومش کنیم بره. بفرمایید. امروز بازم رفت و آمد زیاد میشه. ماجده آماده باشید. نگران نباشین قربان. اگه نوام دختر بشه اسمشو میذارم ملک. قهوه میل دارین کنن بی؟ نه مرسی. کنان اومد. صبح بخیر. صبح بخیر. کجا بودی کنان؟ خواهرت قبل از اینکه تو رو ببینه رفت. صبح هم دیگر رو دیدیم دایی. آها که اینطور؟ چیزی بهم نگفت. من برای خدافزی اومدم. میخوای بری؟ بله. هر روزی که اینجا بمونم برام سخت‌تر میشه. حق داری. میتونستیم کنار هم باشیم و به هم دلداری بدیم. تصمیم با خودته. دور شدن برام خوبه. منم دیگه باید استعفا بدم. مزخرف نگو. حالا که دیگه تنهایی تصمیم به رفتن گرفتی و نمیخوای توی استانبول پیشت باشن؟ فکر کنم منو درک کنی. صبر کن حداقل بذار راهیت کنین. زحمت نکشی. این چه حرفیه مگه میشه؟ یالا بچه ها، ماجد، گنای، الیاس، بله. کجایین؟ الان به بچه ها میگم بیان. بازم پیش ما برگرد کنان. میام. بیا پسرم، تنهام نذار. تو یادگار ملکی. هنایی. دارید میرید؟ آره. پرنسس جاویدان اینجا؟ با هم دیگه میرید؟ بله دایی. خوشحال شدم. خیلی خوشحال شدم. خدا نگهدار. مراقب خودت باش. جمیل. به سلامت. سفر بخیر. به نوه داییم خوب برس. ماجد. بس دیگه ماجد، فیلم هندیش نکن. به سلامت بری. پرنسس جاویدان منتظرته. برو. خدا نگهدار هنایی. به سلامت. به سلامت. خدا نگهدارت آقا الیاس. به نظرم که خیلی خوب شد. پرنسس صنعت جاویدان با موسیقیدان معروف حسین کنان. خیلی به هم میان.
زنمون فرستاده. دستش درد نکنه. لامیا، این دختره همش میدوه. من که ندیدم تا حالا راه بره. این دختره عاشقه. بفرمایید. چیز دیگه هم میخواد؟ ممنون. نوش جان. وقتی مادرم فوت کرد خیلی کوچیک بودم. حتی نفهمیده بودم قوقایی که تو خونه را افتاده واسه چیه. انگار اینو حس کرده بود و منم به اتاقش رفتم. تخت بیمار خالی بود. دیگه فهمیده بودم چی شده. تنها موجودی که با اطلاع از مرگش زندگی میکنه انسانه. تجربیاتی که میکنیم، چیزایی که توش سهیم میشیم، همیناست که برامون میمونه. اون همیشه مادرته، همیشه هم در کنارته. منم همین حسو دارم. خب از حسی که الان من دارم چی میدونی؟ این اولین باره که قلبم اینقدر تند میزنه. حس میکنم گونه هم در حال سوختنه. حس میکنم یه دختر کوچولوی دهاتیم. این پیش من بود. من عاشق تو شدم کنان. خیلی خوش شانسم. لامیا، من و زنموت فکرامونو کردیم و تصمیم گرفتیم هر چه زودتر ازدواج کنی. برای چی؟ خب اینطوری بهتره.
نکنه سربارتونم. این چه حرفیه عزیزم؟ چه ربطی داره؟ ما فقط لازم نیست حرفو کش بدیم. مگه تو نامزد نکردی؟ خب چه 10 ماه دیرتر چه 10 ماه زودتر، بالاخره باید ازدواج کنی. ما میخوایم تو ازدواج کنی. ولی نمیشه. یعنی چی نمیشه؟ انیسه یه لحظه آروم باش. لامیا چرا گریه میکنی؟ برای اینکه به راحتی عادت کرده و لوس شده. از سمیان بدتر شده. مثل که بچه رفتار میکنه. من دیگه طاقتشو ندارم. بذار بره ببینه دنیا دست کیه. انیسه یکم کوتاه بیا. من نمیخوام ازدواج کنم. چی؟ گوش کن ببین چی دارم میگم. مگه بچه بازیه؟ یعنی چی نمیخوام شوهر کنم ها؟ دیگه نشنوم این حرفو بزنی ها. انیسه آروم. موقعی نامزد کردن نمیدونستی ازدواجم میکنی؟ مگه من خواستم شما نامزدم کردی؟ جوابم میده بی حیا. بمیرم با ناظم ازدواج نمیکنم. اونو دوستش ندارم. همینی که گفتم لامیا. لامیا من همیشه میگفتم برامون درد سر میشه. حالا بفرما اگه تونستی جمعش کنی. تحت فشارش نذاریم بهتره. شاید پسر تو این مدت باش تماس نگرفته، اینم بهش برخورده و داره ناز میکنه. من اصلا حوصله ناز کشیدن ندارم. هر چی زودتر از اینجا بره بهتره. گفتم باشه، من بعدم باهاش صحبت میکنم. یکم از اون پیراشکی بهم بده. این نازمه. نامزد لامیا هستم. چی؟ مگه تو نامزد داشتی؟ انشالله قراره بعد از سربازی ازدواج کنیم. من نمیخوام ازدواج کنم. من کنان رو دوست دارم. من کنان رو دوست دارم. کنان رو دوست دارم. خیلی زیباست. به اندازه یک زن زیباست. به اندازه تو زیباست. با من ازدواج کن. شوخی نمی کنم. ازت تقاضای ازدواج میکنم. واقعا اینو میخوای؟ آره. در این مورد برای اولین باره که اینقدر مصممم. یه زندگی با تو میخوام کنم. با تو خیلی خوشبخت میشم. میدونم. از پشیمون شدن نمیترسی؟ نه. من قولی مثل تا روزی که مرگ ما رو جدا کنه از تو نمیخوام. اگه پشیمون بشیم هر دومون به راه خودمون ادامه میدیم. باشه، قبول میکنم. یه لحظه. با کی تماس میگیری؟ جواهر سازم. بلافاصله انگشترامونو دستمون میکنیم.
geçmez. مواظب باش. Yüreğimdeki acı amansız yalnızlık yüzüme vurur geçer zamansız hüznüm bile yorgun. Her damla gözyaşındaki keder umutsuz sensizlik geceme akar gider mi sonsuz kalbim yine yorgun. Kenan Bey. Kenan. شب بخیر. ترسیدم. معذرت میخوام. در واقع من معذرت میخوام. صدا زدم ولی کسی جواب نداد. کنان کجاست؟ به خدا همش فکرم پیش اونه. گفتم شاید غذا خوردن رو فراموش کنه. خونه است؟ کنان رفت. کجا رفت؟ رفت استانبول. با صاحب به کی برمیگردن؟ با جاویدان خانم رفت. نگفت کی برمیگرده. جدی؟ منم داشتم جمع جور میکردم. شما هم داری میری؟ اینجوری باشه اونم بر نمیگرده. فهمیدم. جاویدان خانم ها؟ شبتون بخیر. بفرمایید. برای تو راهتون. بفرمایید جاویدان خانم. متشکرم حاکم بی. خواهش میکنم. انگشترمون رسید. امیدوارم اندازه انگشتت باشه. اندازه است. نوبت منه. کنان تو داری میلرزی. هنوز سردته؟ داری میلرزی؟ کنان داری میلرزی. حتما هیجان زده شدم.
ببین چقدر لجبازه، خودش حبس کرده تو اتاقش. لامیا در رو باز کن. لامیا در رو چرا قفل کردی؟ ده باز کن ببینم. زنمو خواهش میکنم، نمیخوام صحبت کنم. گفتم باز کن، باهات حرف دارم. بهم بگو چرا نمیخوای ازدواج کنی؟ بعدن میگم، خواهش میکنم. بیا برو صورتتو بشور یکم حالت بهتر شه. من دوباره برمیگردم. باشه؟ باشه. در رو باز نمیکنه. یه بارم تو برو دنبالش. موقع خواب سر میزنم. اصلا فکرشو میکردی امشب بهت پیشنهاد ازدواج بدم؟ به فکر خودم هم نمیرسید. راستش میخوام رو راست باشم. فکرشو میکردم ولی احتمال نمیدادم به این زودی بشه. تو چت شده؟ چیزیم نیست. این منو تو اونور آب میبری، ولی بعدش چی؟ کجا برم؟ ای کاش هیچ وقت قایقمونو پیدا نمی کردم. ای کاش همش پیش تو میموندم، همیشه با تو. خوبه. بله پدر. آها، کنانو میگم. ازدواجش با پرنسس جاویدان. حالا صبر کن، ازدواج از کجا آوردی؟ فقط با هم رفتن استانبول، همین. اتفاق خوبیه بهتون گفته باشم. اگه کنان از این فرصت استفاده کنه تمومه. گمون نمی کنم به این راحتی ازدواج کنه. منظورم جاویدان خانومه. کنان برای اون مثل خاطره تابستونی قشنگه، نه؟ برای چی؟ درسته که ثروت زیادی به اندازه اون نداره، ولی میلیون ها نفر دوستش دارن. این خودش ثروت حساب میشه. میشه این کار انجام میشه. آره. متشکرم. فردا صبح زود با لنج برمیگردیم جزیره. میخوام خودم نامزدیمونو به پدر بگم. باشه. بریم؟ فردا صبح زود میام دنبالت. نمیای تو؟ نه میرم. حتما میخوای تمرین کنی. نکنی یه آهنگ برای من میخوای بسازی به افتخار نامزدیمون؟ آره،
با اسم پرنسس فولاد. باشه، فردا همدیگه رو میبینیم. صبح زود میام. یعنی میگی تا همینجا بوده؟ دوران حسین کنان تمام شد؟ متوجه نمیشم چی میگی. از عشق بزرگتون خبر دارم. اون موقع که تو دیوونه‌وار عاشقش بودی، منم دیوونه‌وار عاشق تو بودم. من کنان خیلی بچه بودی. گفتم که منم همونطوری عاشقت بودم. خوب میدونم که بچگانه نبوده لیلا. روزی که اون گلم گرفتی میدونم. حتی زمانش که بعد از ازدواجمان بود. معذرت میخوام. خیلی منتظر چنین روزی بودم. خیلی منتظر بودم تا اون گلو دور بندازی. من خیلی دوست دارم. منم دوست دارم. حتی متوجه رفتنم هم نمیشن. زورکی که نیست، نمیتونن شوهرم بدن. میخوان به زور این کارو بکنن. به حرف من گوش نمیدن. چی شد شکری؟ باز نکرد. دختر بیچاره خوابیده. بیا ما هم بریم بخوابیم. فردا صحبت میکنیم. اصلا کوتاه نیا. ناز کشیدن بسه. ما هر کاری میتونستیم براش کردیم. خیلی خوب باشه. حتی منو یادشونم نمیاد.
دیگه به اون خونه بر نمیگردم. شب و اینجا میمونم. فردا هم با اولین کشتی آره میرم به استانبول و یه فکری میکنم. لامیا در باز کن دخترم. ببین دیگه دارم عصبانی میشم. میگم لجبازه باور نمی‌کنی. لامیا هیچ صدایی نمیاد نه؟ ببینم بلایی سر خودش نیاورده باشه. کجا میری؟ برم برای باز کردن در ابزار پیدا کنم. چی کار کنم؟ لامیا باز کن دخترم. باز کن لامیا. چی شده مامان؟ چیزی نیست عزیزم. بیا بریم بیرون. بیا با هم بریم صبحونه بخوریم، بازی کنیم. نیست. از پنجره فرار کرده. ذلیل شده این نمک نشناس. کاراشو میبینی؟ بده ببینم. لعنتی. خدا لعنتت کنه. کجا میتونه رفته باشه؟ اگه با اون مرد ازدواج کنم میمیرم. عقل کل شده واسه من. آخه کجا میتونه بره؟ برای ما هم دردسر درست میکنه. من نمیذارم. به جون سمیا قسم میخورم که دیگه نمیتونه پاش از در این خونه بذاره تو. برم به کلانتری خبر بدم. ببین من قسم بزرگی خوردم شکری. اون دختر دیگه نباید بیاد تو این خونه. شنیدی چی گفتم؟ اگه به پاهام بیفته دیگه نباید بیاد اینجا. دختر این نمک نشناس. راستی ماجده به الیاس بگو کارگرا رو خبر کنه تا یه دستی به سراروی ویلای تشریفاتی بکشن. چشم قربان حتما. چه لزومی داره پدر؟ ما که تازه به خاطر اومدن کنان بهش رسیدیم. ویلای تشریفاتی میتونه بعدها از مهمونای مهمتری هم پذیرایی کنه. مثلا پرنسس جاویدان. البته قرار نیست که دیگه تو خونه مانیر بی بمونن، اینجا میمونن. پدر طوری حرف میزنی انگار تموم کردن با هم ازدواجم کردن. میشه. ببین کی گفتم اینجام نشون میذارم. بعد از صابونه برم یه سری بزنم با چشای خودم ببینم کم و کسری وجود نداشته باشه. سعی کن خوب نگاه کنی چیزی از قلم نیفته. عزیزم من از اونا میخوام. از اونا بهم میدی؟ بفرمایید. ممنونم. پدر ممنونم.
پدرم خیلی تعجب میکنه. من تو رو میذارم خونه. اول یه صحبتی باش بکن. من بعداً میام پیشه. نه عزیزم، با هم دیگه بریم. خواهش میکنم. بذار احساسات واقعیشو به راحتی بیان کنم. شاید برای این ازدواج رضایت نداشته باشه. تا حالا پدرم به تصمیمات من ایرادی نگرفته. با این حال اول از تو بشنوه بهتر. خیلی خوب. میگم تو هم میخوای به داییت خبر بدی؟ به اونام باید بگیم. حالا داییم هی بزرگ و بزرگترش میکنه. حتما به افتخارمون یه مهمونی هم میده. آره خیلی علاقه داره. هرچی در رو زدیم باز نکرد. کلی فکرای بد اومد تو سرم. فکر کردم دختر بلایی سر خودش آورده. وای نگو این حرفا رو. آها آقا شکری هم اومد. چی شد شکری؟ به کلانتری خبر دادی؟ آره ببخشید نعیم خانم. فکرم خیلی خرابه. اصلا حالم خوب این نیست. چه حرفیه میزنین؟ حق دارین ناراحت باشین. میبینمت. وای خودشون. دیدیش که فشارش رفته بالا. صورتش قرمز شده. برو به شوهرت برس. مار تو آسینمون پرورش دادیم. ببخشید تو رو خدا. من بازم میام سر میزنم. باشه نعیمه جون، خداحافظ. دختر تک و تنها کجا رفته؟ آخه با چه جرأتی؟ حسام کجایی حسام؟ حسام هنایی اینجا چی کار میکنی؟ من نترس. من برای قایم شدن اومدم اینجا. کنان بی، به عموم نگید من اینجام، خواهش میکنم. میخوان منو شوهر بدن. من نمیخوام شوهر کنم، واسه همین فرار کردم. زورکی که نیست. میگم نمیخوام، حرفمو گوش نمیدن. درسته برام زحمت کشیدن، بزرگم کردن، ولی به خاطر اینکه منو از سرشون باز کنن میخوان شوهرم بدن. کسی میتونه با کسی که دوستش نداره ازدواج کنه؟ برات متاسفم. حق دارم یا نه؟ خیلی هم حق داری. خیلی خوشگلی، خیلی هم جذاب. اجازه بدید برم. بهتره من زودتر برم. دیگه دیر شده هنایی. خیلی